مبارزه کن، میفرماید جاهد، نمیفرماید قاتل. قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد مجموعه کامل تعالیم الهی خدا سعی میکنن دنیای اسلام را از وحدت خود هر چه بیشتر دور کنن. این برای اونا تهدیده. 1,5 میلیارد اگر مسلمان ها متحد باشند وضع فلسطین یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها رو به جان هم بیاندازن. این پیام، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنن، در کنار هم قرار بگیرن، با هم